سلام، با عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمام دوستان عزیزم. من میلاد هستم. شما به اولین پادکست صوتی من دارین گوش میدین. میخواستم در رابطه با موضوعی که اکثر آدما دنبالشن صحبت کنم. موضوع ثروت، پول و درآمد. من خودم شرایط فوق‌العاده بدی رو تجربه کردم. بعد از اینکه همسرم رو فرستادم به خارج از کشور برای تحصیل، شرایط اقتصادی فوق‌العاده بدی رو تجربه کردم، در حدی که در طی روز یک وعده غذا می‌خوردم و از لحاظ کیفیت زندگی فوق‌العاده پایین اومده بود. به هر حال تونستم این شرایط رو تغییر بدم، تونستم یه تغییر خیلی بزرگ ایجاد کنم، تونستم از اون شرایط فوق‌العاده بدی که داشتم بیرون بیام و تونستم دوباره زندگیمو به شرایط ثبات مالی کاملا خوب برسونم. اینو مدیون تصویرسازیم. همه میان در رابطه با پولدار شدن صحبت میکنن، میگن که شما باید حساتون رو تغییر بدین، میگن که شما باید احساستون رو قدرتمند کنید، اما یک نکته خیلی بزرگی و هیچ وقت هیچ کس بهش اشاره نمیکنه. من خیلی گوش دادم این صحبتایی که دوستانمون صحبت میکنن راجبش، خیلی گوش دادم. طرف میاد میگه که احساس کن تو پولداری، احساس کن غنی، احساس کن تو میتونی، چشاتو ببند، فکر کن در رابطه با پول، در رابطه با اون ماشینی که میخوای بخری، اون خونه، اون دارایی، هرچی در رابطه با همه اینا صحبت میکنن، اما هیچ کس نمیاد بزرگترین موضوعی که اینجا هست رو بگه. بزرگترین موضوعش اینه که شما آموزش تصویرسازی ببینید. آموزش تصویرسازی بزرگترین راه رسیدن به درآمده. کسی که آموزش میبینه چطور بتونه یک جسمی، یک شیئی، اون چیزی، اون خواسته‌ای که داره رو تو ذهنش بتونه تصویرش رو درست کنه، میتونه به ثروت برسه، میتونه موفق بشه، میتونه به اون خواسته‌ای که میخواد برسه، میتونه تو اون شغل خودشو ببینه، میتونه تو اون جایگاه خودشو ببینه. اینجوریه که یک سری آدما بهش میرسن و یک سری نمیتونن اون بذر خوشبختی رو رشد بدن و سرشو از خاک بیرون بیارن و بتونن اون گیاه ثروت و اون جوانه ثروت و رشدشو ببینن و همون جای به این درآمد محدودی میرسن، محدودیت دارن تو تمام کاراشون، مجبور میشن با محدودیت‌های متعددی روبرو بشن. من امروز سعی میکنم 2 روش کسب ثروت و غنی شدن رو براتون توضیح بدم، اما روش هایی که پیش زمینه رسیدن به ثروته، روش هایی که آموزش اصلی تصویرسازیه. ما اینجا اول میخوایم قدم به قدم جلو بریم. من میخوام تصویرسازی رو به شما آموزش بدم. شما وقتی میخواین یک کالایی رو داشته باشین، یک رقم از تو حساب بانکیتون داشته باشین، میخوان یک موجودی خاصی رو داشته باشین، میخوان توی جایگاه خیلی مشخصی قرار بگیرین، اول باید جزئیات اون کار رو یادداشت کنین. من یه مثال براتون میزنم. یک کاغذ خودکار بردارید. شما یک ماشینی مد نظرتونه، میخواین اون ماشین رو داشته باشین. بیاین این دفتر و خودکاری که دارین، دفتر رو به چند جزء تقسیم کنین. اون صفحه‌ای که پیش روتونه، توی یک صفحه مشخصات فنیشو بنویسین، توی یک صفحه بشینین آپشناشو بنویسین، توی یک صفحه بشینین شرایط فیزیکی و جنس تمام متریالی که تو این خودرو استفاده شده رو یادداشت کنین. به این کار میگن تصویرسازی. این کار به شما کمک میکنه که راحت تر درک کنین که اون ماشین از چه اجزایی ساخته شده، اجزای تشکیل دهنده اون خودرو چیه و میتونین بهش برسین.
کسی که نگاه میکنه، کسی که جزئیات رو یادداشت میکنه، کسی که جزئیات رو به ذهنش میسپاره، مسلماً خیلی راحت تر میتونه اون شی یا اون خودرو یا اون چیزی که میخواد رو بیان کنه. کسی که یادداشت میکنه قدرتش فوق‌العاده بیشتره. یک جمله خیلی معروفی هست که میگه بدترین دستخطها از قوی ترین حافظه ها ماندگارترند. خیلی مهمه این موضوع. کسی که اینو بفهمه مطمئن باشین یک انرژی خیلی بزرگ آزاد کرده، یک انرژی خیلی عظیمی رو تو زندگیش میتونه لمس کنه. شما یادداشت کنین، بنویس مثلا قدرت موتور این ماشین اینه، متریال استفاده شده داخل اتاق، داخل داشبورد جنسش اینه، دست دنده جنسش اینه، به قول معروف پدالا، شما میخواین صندلی و جنس چرم صندلی رو در نظر بگیرید. هر چیزی که به ذهنتون میرسه و میدونین مهمه، اینا رو یادداشت کنین. اینا خیلی 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 مهمه. من قبلا یه سریال میدیدم به اسم ریچر، توش یه آقای هیکلی بود که در مورد پرونده های مهم پلیسی صحبت میکرد. یک سربازرس دیگه بود، یک بازرس خیلی مهم دیگه بود که این آقای ریچر که یک مرد قوی هیکل و ورزشکار و ورزیده بود باشون صحبت میکرد. زمانی که یک اتفاقی میافتاد میگفت جزئیات خیلی مهمه، جزئیات مهمترین اصل کاره که باید به جزئیات توجه کنی. واقعا جزئیات مهمترین مقوله است تو هر کاری. شما اگه جزئیات رو حفظ کنین، وقتی تمام جزئیات به هم دیگه وصل میشن کلیات رو تشکیل میدن. کسی که برمیگرده میگه جزئیات رو ول کن کلیات رو بچسب، اون شخص هیچ وقت موفق نمیشه، چون جزئیات با همدیگه کلیات رو تشکیل میده. ماهیت یک جسم، یک شی، یک فکر، یک آرزو رو جزئیات تشکیل میدن. شما باید جزئیات رو کاملا تو ذهنتون بسپارید. یه ماشینی که میخوای، یه وسیله‌ای که میخوای، یه خونه‌ای که میخوای خونه رویاهات جنس کابینتاش از چی باشه؟ میخوای خونه رویاهات جنس پله هایی که میره طبقه بالا و خونه دوبلکس یا تریپلکس میشه، جنس اون پله ها میخوای از چه سنگی باشه؟ اصلا میخوای سنگ باشه، شیشه باشه، چی میخوای باشه؟ میخوای چوب باشه؟ میخوای اون ستونایی که تشکیل دهنده زیبایی داخل سالن پذیرایی اون خونه رویات، اون کاخ رویات، اون قصر رویات از چه جنسی باشه؟ این مهمترین اصل کار ماه. شما باید تمام جزئیات رو تو ذهنتون داشته باشین و اول از همه رو کاغذ بیارین و بعد تو ذهنتون حکش کنین. اینجاست که شما میتونین یه تصویرسازی موفق داشته باشین. من سال 79 تونستم کامپیوتر بخرم. خیلی علاقه داشتم که سیستم کامپیوتری داشته باشم. من یه پسرمو داشتم که اون کامپیوتر داشت و من نداشتم. بعضی از روزا میرفتم پیشش، میشستیم تا دیر وقت گیم بازی میکردیم. به هر حال من خیلی سرخورده شده بودم من که من ندارم و ایشون داشت. حالا شرایط ایجاب کرده بود که من نداشته باشم. من بابت این سرخوردگی شروع کردم، یه دفتر نقاشی کاهی داشتم، دفتر نقاشی کاهی آوردم جلوی دستم، یک قلم خوشنویسی برداشتم، تو دوات خوشنویسی میزدم و هر روز شکل یک سیستم و خیلی هم بد، یعنی نقاشی اون موقع زیاد خوب نبود، خیلی به صورت به هم ریخته شکل یک کامپیوتر رو میکشیدم. من تنها
آرامشی که داشتم این نقاشیه بود، چون هر کاری کردم نتونستم سیستم بخرم. از پدر و مادرم خواستم که این کار رو برام انجام بدن، شرایطش مهیا نبود، حالا به هر دلیلی. وقتی شروع کردم پناه بردم به یک دفتر نقاشی با یک قلم خوشنویسی و جوهر خوشنویسی و شروع کردم به کشیدنش، معجزه تو زندگیم رخ داد. معجزش 20 روز بعد از کشیدن اولین تصویر از سیستم برای من پیش اومد. من معجزش رو احساس کردم و فهمیدم، ولی روزگار کاری کرد که من اینو فراموش کنم و دوباره تو زندگیم اتفاقای بدی افتاد. ولی خوشبختانه دوباره تونستم شرایط مالیمو اوکی کنم، تونستم به استیبل بودن مالی برسم، تونستم لحاظ پولی به ثبات برسم و الان از زندگیم راضیم. اینا فقط برمیگرده به اینکه شما بتونین تصویرسازی رو قدرتمند انجام بدین، بتونین یک حصار قدرتمند دور خیال و تفکرتون بکشین، بتونین اون رویایی که تو سرتون دارین باهاش زندگی کنین، باهاش نفس بکشین، باهاش پیوند داشته باشین. شما یک زن و مردی که با هم دیگه دل می‌بندن، با هم پیوند زناشویی ایجاد میکنن، با هم ازدواج میکنن. این پیونده سعی میشه که رابطه‌شون رو محکم‌تر کنه. وقتی که یه بچه‌ای به دنیا میاد، رابطه‌شون باز تغییر میکنه. اینا مراحل زندگیه. مراحل پولدار شدنم یه چیزی شبیه اینه. شما باید با رویاهاتون ازدواج کنید، باید با رویاهاتون زندگی کنید، باید با رویاهاتون غذا بخورین، نوشیدنی بنوشین، با رویاهاتون مسافرت برین، با رویاهاتون سر کار برین، با رویاهاتون نفس بکشین، با رویاهاتون بخوابین، با رویاهاتون از خواب بلند شین. اینه که باعث میشه شما به اون سطح از دانش و توانایی برسین که یک فرد غنی و ثروتمند بشین. ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. سعی میکنم به صورت یک روز در میان براتون یک پادکست ضبط کنم، بهتون توضیح بدم و اینکه به امید خدا و با همت خودتون بتونین شرایط زندگیتون رو تغییر بدین و به آرامش برسین. هدف من کسب درآمد یا اینکه بخوام خودم رو مشهور کنم نیست. هدف من کمک به دوستانیه که مسیر خودشون رو گم کردن، چون من یک روزی مسیر خودم رو گم کرده بودم و توی اینترنت، توی یوتیوب و توی فضای مجازی به دنبال پیدا کردن راه فرار بودم. اما دوست من، همینجا من بهت میگم راه فرار تو توی ذهن خودته. دنبال اون هیچ جای دیگه نگرد، چون نیست، چون هیچ سایتی نمیاد به تو پول بده. من تمام این مسیرها رو رفتم، چون هیچ شخصی نمیاد به تو کمک کنه. من سعی کردم از همه کمک بگیرم. هیچ کسی نمیاد تو رو در مسیر درست قرار بده به جز شخص خودتو. امیدوارم موفق، سربلند، غنی و در آرامش کامل باشید. فعلا خداحافظ.